الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تشریح داستان را در خدمت شما عرض کردیم که بعد از حضرت موسی علیه السلام بنی اسرائیل مورد تاخت و تاز عمالقه قرار گرفت و لہذا اینها تارمار شدن. بعد الله سبحانه و تعالی در طول تاریخ بعد از موسی علیه السلام بنی اسرائیل را بدون نبی نگذاشته، هم نبی در میان اینها مبعوث شدن و هم ملک و بادشاه. و عموما آنهایی که نبی بودن ملکیت یعنی بادشاهیش نبود، هم نبی بود هم بادشاه. اینها درخواست کردن از نبی زمان خود حضرت شمویل علیه السلام که شما یک حاکمی و فرماندهی و بادشاهی برای ما تعیین کنید که ما در قیادت و میدان سیاست و رهبری او قتال کنیم. حضرت فرمود بر شما قتال خدا فرض نکرده و شما این تمنا را دارید که اگر جهاد بر شما فرض بشه شما جهاد نکنید. تازه مقتضیات را بیان کردن. چرا نمی کنیم؟ ترجمه می کنیم. الم تر الی الملأ، آیا شما نگاه نمی کنید به طرف اون جماعتی که برای مشوره بشینند؟ ملأ در حقیقت اون اراکینی را می گویند که برای یک مشوره یک تجمع می کنند. همیشه مثلا قال ملأ من قومه یا قال ملأ فرعون، ملأ اون جماعت و شورای را میگن که برای تصمیم گیری کاری مشوره میگیرن. شما نگاه نمی کنی به طرف آن جسته از بنی اسرائیل بعد از موسی علیه السلام هنگامی که گفتن برای نبی خود لنبی الله، چه گفتن؟ ابعث لنا ملکا، شما تعیین کنید برای ما یک فرمانده قشونی که با اون همراه شوید و یک حاکمی و بادشاهی که نقاتل فی سبیل الله، ما تحت فرماندهی اون قتال کنیم در راه خدا. اینها را میگن فلسطینی و اینها بنی اسرائیل هست. در فلسطینی ها بر اینها غلبه کردن و اینها را از بیت المقدس اخراج کردن. اینها جلاوطن شده بودن، زن و بچه هاشون همونجا مانده بودن. و این فلسطینی ها حاکمی به نام جالوت داشتن، خیلی جنگاور و دلیر و غداور بود. لذا در برابر در اصل اینها فلسطینی بودن و اینها بنی اسرائیل بودن. لذا ما قتال میکنیم با اون جبابره. نبی به ایشان گفت که جواب درخواست استفهام تقریریه، آیا شما این توقع را دارید که اگر فرض کرده شود بر شما قتال، شما این فکر را دارید که الله تقاتلو، قتال نکنید؟ هل عصیتم، آیا شما این تمنا را دارید که اگر بر شما قتال فرض بشه این خبر عصیتم الله تقاتلو، این آرزو را دارید که قتال نکنید اگر بر شما قتال فرض بشه؟ یعنی استفهام تقریریه. به شما این احتمال هست که اگر قتال فرض بشه شما قتال نکنید. این احتمال و این توقع در طبیعت شما احساس میشه. آنها ذکر کردن موانع که موانع عدم قتال وجود ندارد بلکه مقتضی قتال وجود دارد. ما که از شما درخواست میکنیم که ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله، پس مقتضی قتال موجوده، چطور ما قتال نمیکنیم؟ قالو گفتن و ما لنا الا نقاتل فی سبیل الله، چی شده ما را که ما قتال نکنیم در راه خدا؟ اولین مقتضی قتال راه الله است، برای اعلاء کلمت الله، برای ترقی دین خدا. چرا ما قتال نکنیم؟ مقتضی قتال اینه که راه خدا است. مقتضی دوم قد اخرجنا من دیارنا، و ما اخراج کرده شده ایم از دیارمان، از شهرهای ما، از سرزمینهای خودمان که بیت المقدس باشد
امالکه اینها را اخراج کرده بود، یا طبق تحقیق تفسیر مراغی صاحب فضیله استاد احمد مصطفی المراغی میگه به واسطه فلسطینی ها از سرزمینه که ما داشتیم ما اخراج کرده شده ایم. این دومین مقتضی قتال. و ابنائنا و حتی بچه های ما را هم اسیر کردن. ما چرا قتال نمی کنیم؟ الله تعالی خلاصه مجمله بیان میکنه فلما کتب علیهم القتال، وقتی فرض کرده شد بر آنها قتال، جنگیدن با اون دشمنان، تولوا اعراض کردن از جنگ، الا قلیلا منهم، مگر خیلی کم از آنها. از طبیعت عقب نشینی آنها پیغمبر میدانست، گفت شما توی همین فکری، توی این آرزو هستی که فرضش قتال نکنید. گفتن چرا؟ مقتضی قتالی که در راه خدا و دیگه اینه که اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، یا مقتضیات قتالان. الله تعالی خلاصه مجمله این داستان را بیان کرد که قتال وقتی برانا فرض شد اعراض کردن خیلی کم. او الله تعالی علیم بالظالمین، اونهایی که از حکم خدا انحراف میکنند ظالمند. الله تعالی ظالمین را میداند. خلاصه بعد حضرت پیغمبر شمویل علیه السلام فرمود قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا، الله تعالی مبعوث کرده برای شما طالوت را بادشاه فرمانده جنگ. طالوت توجیه کرده که از طویل و از طوال هست و این صیغه کلمه واو و تا برای تقریبا مبالغه هستند، مثل طاغوت که تا برای مبالغه هست، ملکوت. چون اینا میگفتن لقبش بود طالوت، غد خیلی بزرگی خدا بهش داده بود. جاهای دیگر ما که از فرزندان بنیامین بود، لیکن این نوشته از فرزندان یهودا بود، فرزند بزرگ حضرت یعقوب علیه السلام. اینها 12 قبیله بودند. تو این قبیله ها نبوت و ملکی همیشه می آمد. الان اکثر مثلا قبیله ها نبی در آنها آمده بود، بادشاه هم در آنها آمده بود. این 12 قبیله که 12 فرزند حضرت یعقوب علیه السلام بودند. لیکن تو این خاندان میگه قبلا ملک نه آمده بود. این خاندانی نبود که سرداری در اینها باشد، حاکمیت در اینها باشد. اولین کسی که در این خاندان به فرمان رب العالمین ملک تعیین شد همین. حتی نبی هم تو این خاندان، تو این به اصطلاح رشته نبی هم شده بود. نبی هم در رشته های دیگر مبعوث می شدن، بادشاه هم. به این خاطر وقتی اینا الله تعالی انتصاب کرد، این یک انسان بسیار قاری بود، دلیر و پهلوان و کارگر و لحاظا قدی هم بسیار ماشاءالله بزرگی داشت که در چند جماعت وقتی این قرار می گرفت از قسمت سر از همه بالاتر، همه مردم تا شانه او میتونستن بیان، دیگه اندازه سر او همه بالاتر بود. خیلی قد بزرگی خدا بهش داده بود. پیغمبر گفت که الله تعالی انتخاب کرده برای شما طالوت را ملک، فرمانده جنگ و حاکم بادشاه. اعتراض اول در جهاد همیشه وقتی اختلاف بشه رونق پیدا نمی کنه. اولین اختلافی که اینها با نبی زمان کردن در انتخاب ملک، فوری اعتراض کردن انا یکون له الملک، به چه کیفیت برای او میشه و سلطنت و فرماندهی بر ما که از خاندان به اصطلاح ملک هم نیست، از خاندان نبی هم نیست. و نحن احق بالملک، و ما حقدارتر به مالکیت هستیم از او، چون در نسل ما نبی بوده، در نسل ما بادشاه بوده، لذا ما در خاندان نبی و بادشاه. اعتراض کردن که به چه کیفیت میشه لا یکون له الملک علینا، و من شیء اعتراض اینه که نحن حق بالملک منه، شما در خاندان ملکی ریاستی. و دیگر انگیزه دوم که انسان رشتفیق میشه ماله، ولم یتساعت من المال، داده نشده است
قدرت مالی، قدرتی از مال هم داده نشده است که کم از کم ریش سفیدی برگرده، به خاطر که سرمایه‌دار امروز هم اینطوره. حالا اگر پولدار اون دیگه حرفش هم قدرت داره و فامیل هم از او میشنوه، به امید این که یک روزی فشاری بیاد بر فامیل، این شانه را زیر میزند و جریمه فامیل را میده. سرمایه‌داری هم انگیزه سیادت. اول که پیغمبر گفت ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا، طالوت را الله تعالی بادشاهی داده و چیزی را که خدا بدهد کار خدا چرا ندارد؟ کار خدا جز تسلیمی دیگه اصلا راهی ندارد. پیغمبر از اول گفت این انتخاب من نیست، این انتخاب الهیه. الله او را ریاست داده، ملک او را الله مبعوث کرده. انتخاب نموده، این بعث را معنی انتخاب نموده است. باقی باز دید که اینها اعتراض کردن و اینها نبیدن. پیغمبر هم میدانست که اینها مردهای زبانند و مردهای عمل نیستند، حرفهای بزرگ میزنن، موقع عمل دیگر عقب نشینی میکنن. به این خاطر پیغمبر اول گفت که شما تو این فکرید که اعراض کنید وقتی کتاب بر شما فرض شد. اینجا اولین اعتراض لا یکون له الملک ولم یؤت ساعة من المال. باز پیغمبر سخن اول خود را با تغییر کلمات تکرار کرد، فرمود ان الله اصطفاه. انتخاب من نیست، این برگزیده خدا هست. چرا ندارد؟ کسی را که خدا برگزیده کرد دیگه کسی حق اعتراض نداره. انتخاب الهی است، انتخاب من نیست. ولهذا در میدان جنگ سرمایه‌داری و شکم بزرگ کار نمیکنه، پول در میدان جنگ کار نمیکنه. مرد میخواهد که در میدان جنگ نبرد کنه و اون صلاحیت یا علم جنگ میخواهد. سرمایه‌داری و کلفتی و چاقی در میدان جنگ کاری نمیتونه بکنه. شما میگه لم یؤت ساعة من المال، انتخاب الهیه. اگر در این خاندان همش نبی و ملک الله تعالی مبعوث کرده، الان در این خاندان کرده، اون هم از نسل بنی اسرائیل که چیزی نیست. درست از خاندان نبوت و سردار خیل نیست، لیکن انتخاب الهیه. حق چرا ندارید؟ اعتراض حق نداری بکنید، برگزیده الهیه. باقی دومی که شما میگه لم یؤت ساعة من المال، مگر مال جنگ میکنه؟ مال که جنگ نمیکنه. مرد میخواهد که جنگ کنه و علم و سیاست جنگ هم باید داشته باشد و این بود هم که شما میدانید کامله و خدا او را اضافه کرده قدرت در علم جنگی یا علم سیاست تا که انتظام امور کرده شود و جسمی هم داده تا که در دل دشمن هیبت او قرار گیرد. جسمن هم از ماشاءالله خدا او را قد بزرگی و قدرت بزرگی داده. بعضی قد بزرگ داره قدرت نداره، ولی این در ضمنی که قدش بزرگه الله تعالی بهش قدرت و علم داده. وزاده بسطة فی العلم والجسم، هم قدرت علمیش اضافه علم سیاست، علم فرماندهی و جسمن هم الله تعالی او را جسم بزرگی داده که دشمن از او دهشت میکنه. جنگهای اون زمانی جنگهای تنگ تنی بوده. یک انسان قوی هیکل خودش یک روبی بود، طرف در برابر او ضعف میکنه. و بعد والله یؤتی ملکه، حق چرا شما ندارید؟ این خدا است که ریاستش را میدهد به هر کسی بخواهد. ملک از آن خدا هست و اون ملک را به هر کسی که میخواهد میده و در انتخاب خدا کسی حق چرا ندارد. والله یؤتی ملکه من یشاء، هیچ کسی حق اعتراض ندارد. والله واسع علیم، الله تعالی وسیع العلم والقدرت است، دانا هست. او را مالدار کند یا گدا کند. ولهذا
لایق سلطنت الله هست. الله داناست، میداند که لایق سلطنت چه کسی است. خلاصه 4 جواب در اعتراض آنها داد. اول برگزیده خدا هست، کمالات علمی و جسمی دارد، الله میدهد حکم را به هر کسی بخواهد، کسی حق چرا ندارد، و واسع و علیم هست، هم وسیع قدرت و علم هست و میتواند فقیر را مالدار کند، فقیر را شاه کند، و علیم هست، لایق سلطنت را و لایق مال را الله تعالی میداند. و قال لهم نبیهم، گفت برای آنها نبی آنها، ان آیت ملکه ان یاتیکم التابوت فیه سکینة من ربکم، نشانی ملکش از جانب خدا اینه که بیاید پیش آنها تابوت بدون اسباب ظاهری. تابوت چی بود سروران گرامی؟ خود قرآن توضیح داده تابوت را، یک صندوقی بود، در آن صندوق فیه سکینة من ربکم، آرامش قلب، یعنی نسخه های تورات، اون نسخه هایی که الله تعالی به موسی علیه السلام عنایت کرده بود در این صندوق بودن، بسیار متبرک. این صندوق را بنی اسرائیل در جنگها به جلو می کردن و لذا به خاطر اون سکینه هایی که در آن بود و نسخه های تورات سبب آرامش دل اینها میشه. و همچنین بقایایی بودن از آنچه که اولادان حضرت موسی و آل هارون برای بعدی ها هدیه گذاشته بودند. حالا گفته ها درباره این که آل موسی و آل هارون چه چیزهایی را گذاشته بودند، میگویند که کفشی، عمامه‌ای، عبایی از این بزرگوارها به عنوان یادگار برای بعدی ها در این صندوق بودند. این صندوق بسیار متبرکی بود. امالکه یا فلسطینی ها وقتی بر اینها غلبه کردند این صندوق متبرک را از اینها غصب کردند، گرفتند از اینها و این صندوق متبرک را با اون تبرکاتی که در صندوق بودن با خودشان حمل کردند. لیکن الله تعالی بلاهی با این صندوق همراه کرد. هر جا این صندوق برده میشد یک بلاهی مواجه میشد. آخر عادت شدند و لحاظا اینا دست هر که میزد به بلاهی مبتلا میشد. اینا گذاشتن در یک گاری و پشتگاوی بستند و ویلش کرد که بره هر جا بلا از گردن ما دور بشه. الله تعالی به فرشتگان دستور داد که اینا بیارید برای بنی اسرائیل. بعد میگه اینا گاو آورد با همون صندوق برای بنی اسرائیل. که این حرفها را رد میکنن محققین، اینا سند نداره، اینا افسانه های بنی اسرائیل هست. چیزی که قرآن خودش گفته. این صندوق را فرشته ها حمل کردن و جایی که طالوت نشسته بود و ملا نشسته بودن چون چرا شده بود، گفت و شنید شده بود، این تابوت آمد، فرشته ها به جلوی حضرت طالوت گذاشتن. هم کرامت طالوت، هم معجزه پیغمبر و هم دلیل ریاست. اینا با نبی وقت اختلاف کردن. الان شما میگید با مذاکره یهود تسلیم میشید. اونهایی که صحابه نبی بودن، تربیت و تزکیه در صحبت نبی بودن، هم اعتراضشون رو چرا داشتن. پیغمبر سخنرانی کرد و گفت امکان نداره، برگزیده خدا هست و باز فرمود برای اینکه دل شما خوب مطمئن بشه، قال لهم نبیهم ان آیت ملکه، نشانی بادشاهی او ظاهرا اینه که بیاید پیش شما تابوت که در آن تابوت آرامش هست از جانب رب شما
و بقایایی هستند از آن چیزی گذاشتند آل موسی باز عطف تفسیری میکنند و آل هارون، در حالی که این تابوت را حمل میکند این صندوقچه را بین آسمان و زمین فرشتگان الهی، حتی وضعته بین یده طالوت و الناس ینظرون الیه از ابن عباس. فرشته ها آوردن جلوی طالوت گذاشتن، همه داشتن نگاه میکردن، صندوق از آسمان آمد و جلوی طالوت گذاشته شد و همون صندوق متبرک، صندوقی که بقایای آل موسی در آنجا بودند. از این آیات یادگاری های بزرگان و تبرکات بزرگان را استنباط کردند که از بزرگان اگر کسی چیزی را به عنوان تبرک با خودش داشته باشد محظوری نیست، شرکی نیست. یادگاری که چنانچه از پیغمبر اسلام هر چیزی داشت برای خودش مخفی کرد و با خودش مرد هر کجا. حالا میگن در قندهار جبه منصوب رسول الله هست، جبه شریف میگن دیگه والله عالم، هیچ تاریخی ما علمش نداریم و اونهایی که این چیز را نسبت میدن چقدر صحت دارد. یک جای مثلا موی رسول الله را گفتن، در حال نجدی ها من هیچ چیزی نگذاشت، نجدی های عربستان حتی همون خندق که پیغمبر حفاری کردن اون هم نگذاشتن. الان انسان بگه خندق کجاه؟ کاش که اینو میگذاشتن، نه شرکی بود نه چیزی بود که رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حصار کرده. این خندق شهر مدینه را مشخص میکرد، مساحت شهر مدینه منوره مشخص میشد، بسیاری علوم وابسته به خندق فهمیده میشدن، همه را زدن هموار کردن. حتی همون کوهایی که در احادیث نامشون هست و نشانشون هست هم نمیگن. من یکی را پرسیدم که جایی که حضرت عمر شهید شده در مسجد النبی، شما از اهل کجایی؟ گفت المعلم اینجا هستم. و گفتم حضرت عمر کدوم نقطه بود که شهید شد؟ معلم تو حضرت عمر اینجا تو مسجد شهید شد. یعنی این حالا اینقدر سبق دادن که هیچی به مردم نگن، همه اون علوم را اینها مخفی کرد برای سد ذرایع شرک. از این آیه ها تبرکات را مردم ثابت میکنن، حالا به هر کسی اعتقاد دارد میکنن و اینقدر قرآن عظیم الشان بود. این کرامت حضرت طالوت بود، معجزه پیغمبر بود. الله تعالی صندوق آورد. ان فی ذلک لآیة لکم، به تحقیق در این چیزها نشانی هستند برای شما اگر شما ذره ایمان دارید، لحاظ دیگه حق چرا ندارید. آخرین نشانی همینه، اون که پیغمبر میگه که خدا مبعوثش کرده، خدا برگزیده کرده، اینها را باور نیست. حتما باید کرامتی ببینن، حتما باید معجزه ببینن. امروز هم انسان ها همین طوره. این قرآن، این حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم، این اقوال زرین بزرگان دین با ما هستند و هنوز باور نیست. همه چیز با ما هستند و باور نیست. فقط یک خواب احمد به نام شیخ احمد 300 سال در دنیا دور میزنه و بعضی هم میبینه که نشاط میکنن که شیخ احمد خوابی دیده نماز بخوانید، چنین کنید، قرآن کنید. خب بابا این قرآن که گفته نماز بخوانید، این پیغمبر که گفته نماز بخوانید، این دین که گفته این کارهای خیر را انجام بدید، چرا باور نداری؟ فقط حتما باید تابوتی باشه. این پیغمبر سخنرانی کرد، اینها باور نکردن، آخر گفت باید تابوت آمد. تابوت که آمد تسکین شدن، نه تسکینی که حقه، ظاهرا دیگه تسلیم شدن. ان فی ذلک لآیة لکم ان کنتم مؤمنین. خلاصه فلما فصل، وقتی جدا شد طالوت با لشکر از بیت مقدس به طرف عمالقه، یا جایی که اینها تبعید بودن و فراری شده بودن و به طرف دشمن جدا شدن از شهر و از آبادی، طالوت جدا شد با لشکر. قال از شهر که رفتن بیرون، گرم هم از سفر
حضرت طالوت سخنرانی کرد که ان الله مبتلیکم، خدا شما را آزمایش میکند با یک نهری. از کجا گفت خدا به شما را آزمایش میکند؟ این که حاکمیه، میگه این ولی بود، الهام شد که خدا اینها را با این نهر امتحان میکند. آنهایی که از این نهر میخورن اینها مرد میدان نیستن. آنهایی که هیچ نمیخورن و اگر میخورن یه غرفه با دست، اون هم یه غرفه را با کاسه بر نمیدارن، فقط دست میزنن و همین یه غرفه را میخورن. غرفه همین کف آب را میگن، یک دست باشن. غرفتین اینه که دست اینطور جمع بکنی زیاد آب میشه و یه غرفه، اون هم بیدهی، نگفت بیدهی. چرا؟ اگر بیدهی باشه زیاد آب میاد، بیدهی کم میاد. الهاماً گفت، یا نبی به حضرت طالوت گفته بود که قوم تو جلوش نهر می آید، اون طرف نهر دشمنه و اینها امتحان میشن. آنهایی که از این نهر میخورن اینها مرد میدان نیستن، آنهایی که نمیخورن یا اگر میخورن یه غرفه. این کفایت شد. چرا وقتی انسان گرمی تشنه زیاد آب بخوره این معده باد میکنه و انسان در میدان نبرد قدرت دویدن را ندارد. انسانی که معدهش خالی باشد او میتواند بدوه. و آب هم که وقتی انسان گرمی دیده تشنه شده، حالا هی آب بخور باز تپش آبه، آب بخور باز تپش آبه، به اصطلاح آب کشش میکنه. بی خاطر حضرت سخنرانی که ان الله مبتلیکم بنهر فمن شرب منه، هر کسی که افراطاً بخوره از این، نوش کنه از این آب، تو فلیس منی، او از من نیست، در این جنگ او از من نیست. یعنی لم یخرجهم عن الایمان، گفت از من نیست یعنی در میدان حرب با از من نیست. ایمان که بی ایمان ندارد اینه نگفت، او از من نیست یعنی از مجاهدان من و از سربازان من نیست دیگر. و من لم یطعمه، و اون گروهی که اصلا نچشند اون آب را، اینها اکملند. تو فانه منی، پس او هم از منه. الا من اغترف غرفتن، مگر کسی که بردارد یک کف آب، غرفه، اغترف غرفتن، چون غرفتن آمده است یعنی برداره یک کف آب و از این بیشتر دیگر نخوره. اینها کاملا با آنهایی که هیچ نخورن اونها اکملن. بیده خوب، اون هم با یده نگو، با کاسه نگو، یک غرفه، اون هم با یک دست. اینجا قرآن به این خاطر اقترف غرفتن بیدهی، اون یک کف آب را با دست برداره، بیشتر نخوره. خلاصه گروه ناقصه و نافرمان فشربوا، وقتی اینها رسیدن به نهر، گرمی بر اینها فشار آورده بود. و اینجا الله تعالی این داستان را به این خاطر ذکر می کند که اطاعت فرمانده لازمی، خصوصا در میدان نبرد. اگر اطاعت نباشد در جنگ، اون قوم نمیتونه کامیاب بشه. فرمانده میگه اینطور، سرباز میگه نه اینطور، اختلاف بین خودشون ایجاد میشه. دشمن از این اختلاف استفاده، آموزشی که میدن در ساحه نظامی آموزش اطاعت، یعنی اون سرباز که از ارشد خودش سرپیچی کرد، اون میدان جنگ هم سرپیچی بود. در ساحه نظامی همینه میگن که ارتش چرا ندارد. یعنی اگر در میدان نبرد چرا بشه، این طرف و اون طرف بشه، اون دسته ناکام. و همینه به طور نمونه رسول علیه السلام رمات را گفت شما اینجایید به هیچ عنوان نیایید پایین. اینا پشت سر خود رسول پاک صلی اللہ علیه وسلم مستقر کرد و آنها کفار به طرف کوه بودن، پشت آنها کوه بزرگ احده. لحظا اینجا اونها تخطی کردن، سبب شهادت 70 نفر شد. این فرمانده گفت
شما تشریعی داری سفر میکنید اون طرف نهر دشمنه، شما امتحان شما با همین نهره. الله شما را امتحان میکند، اون مردان جنگی را از غیر جنگی جدا میکند. ببینید در این امتحان و آزمون مردود نشید. قرآن میگه فشربوا، اکثر آنها نوشیدن، الا قلیلا، مگر خیلی کم از آنها. بعضی ها عامل بر عزیمت و بعضی ها بر رخصت. این قلیل هم دو دسته بودن، کسانی بودن که اصلا دست نزدن، همینطور در حالی که لب هم سر نکردن، و کسانی اجازه داشتن یه غرفه بکنن. اونهایی که دست نزدن اونها اکمل ترین سرباز بودن. آنهایی که دست دادن یک نوع ضعفی هم در دل آنها آمد، اینها بودن کامل، و آنهایی که دست نزدن بودن اکمل، یعنی کاملتر از همه. اینا کامل بودن، کاملتر و کامل. مگر کم، این کم 313 نفر. کل جمعیت گفته شده که 90,000 بودن. از 90,000 313 نفر مخلص آمدن. بعض این مخلصین کامل و اکمل شدن. فلما جاوزه، هر وقتی که حضرت لوط گذشت از این نهر و کسانی که با او ایمان آورده بودن، اونایی که زیاد خوردن، شکمشون پر از آب شد و گرمی آورد و تپش پیدا شد، اینها زیر درختها سایه گرفت. دور بر همین نهر افتادن. هی برو یک جراب بخور، باز میگه تشنگی میره میخوره. زیر درختها حضرت با همین 313 نفر به مقابله طالوت آمدن. قالوا اونجا که آمدن، طالوت یک لشکری که مثل ابر سیاهی با نیزه ها و امکانات و تجهیزات نظامی در برابر آمدن. گفتن همون جماعت کامل که لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده، قدرت نداری ما امروز در برابر جالوت و لشکرش. جالوت فرمانده اون لشکر بود، اصلا قدرت نداری. اینهایی که اکمل بودن، خوب یقین داشتن. قال الذين يظنون، گفتن آنهایی که یقین داشتن، یظنون به معنی یوقنون، که آنها ملاقات رب میکنن، گفتن نامردی چیه؟ کم من فئت قلیلت غلبت فئتا کثیرة باذن الله. چقدر جماعت ها در تاریخ بشر کم غلبه کردن بر جماعت های بسیار به فرمان الله. فتح و ظفر از جانب خدا هست. شاید ما از همون جماعت باشیم که کمین بر این جماعت بزرگ غلبه کنیم. والله ما الصابرین. اصل اینه که خدا با صابرینه، اونا که قلبن و قدمن صابرن. خلاصا جر و بحث شد. اونهایی که جراب خورده بودن، نوعی ضعف در آن آمد، گفت لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده. اونهایی که اکمل بودن گفتن نه، کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة باذن الله. فتح و ظفر به حکم خدا هست. چقدر در تاریخ بشر بوده است که جماعت‌های کوچک بر جماعت‌های بزرگ غلبه کردند. خلاصه ولما بردوا لجالوت و جنوده، وقتی که روبرو شدن برای جالوت و لشکرش، بردوا برای سحر شروع کردن به مناجات. در میدان قتال دعا بسیار مؤثر و قبول میشه. چرا؟ این دعا که در میدان قتال میشه از صمیم قلبه، از صمیم دله، از قدرته، لحظه این خیلی مقبول میشه. شروع کردن مناجات را. اینم سروران گرامی مسلک انبیاء و اولیاء در مسئله دعا. انبیاء علیهم السلام و اولیاء الهی بین خود و بین خدا واسطه نگرفتن. این واسطه گیری طریقه کفار و مشرکین است. ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. این مسلک انبیاء را و مسلک اولیاء را الله تعالی در قرآن عظیم الشان به کثرت بیان
بیان کرده که انبیا و اولیا بین خود و بین رب وسیله نمیگیرن. و خدا هم همینه و توحید هم همینه. ببین اینها از یک نبی و از یک ولی صاحب کرامت، این تابوت کرامت طالوت بود، معجزه نبی بود و به فرمان نبی اینها حرکت کردند. لیکن در میدان قتال کی را فریاد میزنن؟ چرا ولی را فریاد نمیزنن؟ چرا نبی خود را فریاد نمیزنن؟ اینها گفت ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. سه جنبه داره دعا. اول ربا صبر بر ما بریز. صبر معلوم میشه که خدا میده. افرغ علینا صبرا، صبر بر ما فرو بریز. و ثبت اقدامنا، قدم های ما را در برابر دشمن مضبوط کن. همه اینا که جنگ دیدند و جنگ کردن میگن مرحله اول اگر مرد قدم را نگه داشت و نلرزید بس بعد وقت توی جنگ بیفته دیگه حراس نداره. همینا که در دنیا جنگ دیدن مرحله اول جنگ یک نوع دبدبه و حراسیه. یک مرتبه که شروع میشه جنگ دیگه مرد نمیترسه. مرد و نامرد در اول جنگ شناخته میشه. همانه که جنگ دیدن ما که جنگی ندیدیم. نامرد حوصله‌اش را از دست میده دیگه دو مرتبه روی کار نمیتونه بیام زبونه. مرد نه، مرد این مرحله اول که حوصله را از دست نداد دیگه باز همیشه میتونه در میدان استقامت کنه. دیگه یک مرتبه که 4 نفر مرد دیگه او همه بیهوش میشن. اخه قوت غضبیه که خدا در وجود انسان گذاشته برای نبرد گذاشته. در میدان جنگ قوت غضبیه کار میکنه. این قوت کارگر است. خدایا پناه به ذات تو، خدایا پناه به ذات عظیم تو. ربا از تو پناه میگیری. ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. نصرت بفرما ما را در مقابل قوم کافر، بر اینها خدا ما را غلبه بده. دعا شد فهزموهم باذن الله. فوری در میدان صف ایستادن، فوری شکست دادن آنها. فال این مطلب در آنها میگه چطور خداوند کلی را بر کسی نصرت میدهد لذا فرار نکنید. شکست دادن این طالوتی ها جالوتی ها را به حکم خدا و قتل کرد داود جالوت بدبخت را و عنایت کرد الله تعالی انعام داود. خدا بهش ملک داد و حکمت داد و تعلیم داد اون داودان که خدا خواست. میگن جالوت قبل از همه آمد به میدان. وقتی به میدان آمد حضرت داود با پدرش و 6 برادر دیگرش همراه این جبهه. پدر داود هم بود، 6 برادرش هم بود و داود هم میگن با گوسفنده ها بود آمد و همراه. اون سنگ پرتاز که ما در بلوچی بهش تور میگیم تقریبا، حضرت با اون سنگ پرتاب به میدان آمد. با این سنگ پرتاب اون زمانت دفاع میکردن از گرگه ها و اسدها و کفتارها. سنگ توش میکردن و میکوبیدن دیگه به هر جای گرگی کفتاری چیزی اصابت میکرد. جالوت آنقدر جری بود خودش آمد به میدان و برای مبارزه خواست که کیه بیاید در برابر من. خلاصه هیچ کس حرکت نکرد. حضرت طالوت اینجا مجدد داد که هر کس بره در برابر جالوت و کامیاب بشه هم دختر خود را به ازدواج او میدم و هم بعد از من حکومت مال او، بادشاهی و ملکی هم مال او. حضرت داود که علیه السلام نبی نشده بود، به نبوت و رسالت نرسیده بود، حضرت آمد به میدان
و سنگ خود را در اون مقلا میگن در او قرار داد. زد جالوت قهقه‌ای که به مقابل من با چیزی آمده است که گربه ها را و کفتاره ها را میزند برای ترسانیدن. بله این سنگ تا دور میره، از دست هم دورتر میره و این سنگ هم قدرت داره. شما بگم اون سنگی که از دست میره اینقدر قدرت ندارد، این سنگی که با این طلاق میره این سنگ خیلی قدرت داره. اگر کسی مناسبتاً واقعا بتونه با این سنگ بزنه ضربه، کاری ضربه میخورن. گربه ها و کفتارها را از فاصله دور با این سنگ میزنن، جانها از این سنگ صدا میترسند و فرار میکنند. هم صدایی دارد و هم هر جا اصابت کند ضربه دارد. این سنگی را که انسان با دست میزنه اون ضربه را نداره. حضرت آمد به فرمان رب العالمین سنگ را در اون کمان کرد و کوبید، فاری رفت و به سر جالوت کرد تا به سرش کرد، مثل گلوله‌ای بود که بر پیشانی شارون بخوره، به زمین افتاد. تا افتاد حضرت داود فرید و سرش را برید. لشکر توی صف اوله سر را برید و آورد و جلوی حضرت طالوت انداخت. تذبذب در لشکر جالوت افتاد. همین 330 نفر اینها را به هلاکت رسانید. افتادن به جانش. وقتی فرمانده کشته شد دیگه تمامه. همین الله سبحانه و تعالی می فرماید شکست داد این لشکر آنها را و کشت داود علیه السلام جالوت را و عنایت کرد الله تعالی بعد از این، چون که شرط ملکیت قتل جالوت بود. جالوت به این خاطر و خدا هم داد به داود علیه السلام بعد از طالوت ملک را و حکمت و دانش را، یعنی نبوت و تعلیم داد به اون داود آنچه خدا خواست. صنعت لبوس در کفه داود و آهن موم کرد. آهن در دست داود مثل خمیر، وقتی به دست داود می افتاد به هر طرف داود بخواست این نرم. در کفه داود و آهن موم کرد. آهن در دست داود علیه السلام خود به خود نرم بود. خدا این معجزه را به داود علیه السلام داده بود. داود این میلگرده های باریک را حلقه می کرد و پیراهن جنگی درست می کرد و اینها را می فروخت و بعد از اینها ارتزاق بود. تعلیم داد دوران که خدا خواست. منطق تیر تعلیم داد. علمنا منطق تیر. و داود علیه السلام زیر سازی دیگه علوم قضاوت، سخنرانی، فصل خطاب بود حضرت داود علیه السلام. و میگه حضرت داود بین سخنرانی خودش و خطبه لفظ اما بعد را اضافه کرد. این فصل خطابه یا سخنرانی بسیار ولی حضرت داود علیه السلام میکرد و خصومتها را خوب فیصله میکرد. بین مردم هر خصومتی بود. نه که حضرت تعالی میگه ما به داود گفته انحکم بین الناس ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين. خلاصه حکمت جهاد دفع شر. اگر الله تعالی دفع نمی کرد بعض انسانهای شرپسند را و مفسد را، بعض آنها را به ذریعه بعض مصلحین، تو البته فساد میشد زمین، همه کفر جهان را میگیرد. لیکن الله صاحب فضل است بر عالمین که گاهگاهی کفار را میزنه تا که مصلحینی هم در زمین باشه، همه کافر نباشه. مصلحانی برای بقای مصلحین گاهگاهی الله تعالی مصلحین را بر مفسدین غلبه میده، ورنه اگر این چنین نمی بود همه دنیا فاسد و کفر میشه. این الله سبحانه و تعالی حکمت جهاد را دارد بیان میکند که جهاد برای دفع شر
جهاد برای اینه که دشمن بره از کنار و شر برطرف بشه. حالا جمله معترضه برای صداقت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. همه این داستانهای قرآن، این داستانهای تاریخی قرآن که برای پیغمبر الله تعالی بیان کرده، اینها دلیل رسالت پیغمبر. پیغمبری که هیچ زمان تاریخ بنی اسرائیل را نخوانده و نمیداند، الان دارد بیان میکند. به این خاطر الله تعالی نتیجه گیری میکند. تلک آیات الله، این داستان آیات الهی هست. ما اینها را تلاوت میکنیم بر شما به حق و صداقت و نتیجه اینه که انک لمن المرسلین. از این ثابت شده است که شما از مرسلینی. کسی که تاریخ بشر را نخوانده، این تاریخ امم گذشته را به بهترین اسلوب و زیباترین اسلوب که حتی به این طریق مورخان زمان هم نمیتونن بیان کنن، او میتواند تاریخ بیان کند. پس این دلیل این مطلب هست که واقعا شما پیغمبرید و از عالم غیب این علوم را تلقی میکنید. نتیجه داستانها را الله تعالی داستانها را دلیل نبوت قرار میده. این آیه به این مسئله تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق و انک لمن المرسلین. شما از مرسلینید که اخبار امم را دارید نقل میکنید. وجه جهاد چهارم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. این انبیاء علیهم السلام فضیلت دادیم ما بعض اینها را بر بعض دیگر. منهم من کلم الله، مثلا بعضی از اینها کسانی هستند که الله تعالی با آنها کلام کرده. این فضیلت وجه جهاد. انبیاء را بعض را بر بعض فضیلت دادیم. مثلا با بعضی کلام کرده الله مستقیم، مثل موسی کلیم الله، و بلند کرده بعضی ها را درجه ها، مثل خاتم النبیین صلی الله علیه و سلم که درجه ها فضیلت دارد. و رسول علیه السلام فضائل خود را بر انبیاء دیگر هم بیان کرده. و تفسیر کبیر اینجا فرموده که اجمعت الامه علی ان بعض الانبیاء افضل من بعض. همه امت اجماع کرده که انبیاء بعضی بر بعض دیگر فضیلت دارند. بر این همه اجماع دارند و هم اجماع دارند که محمد صلی الله علیه و سلم افضل از کل. این آیات دلاله هستند. با کسی کلام کرده و بلند کرده بعضی ها را درجه ها بر دیگران. رسول علیه السلام فرمود که الله تعالی یک فضیلت خاصی به من عنایت کرده است که من بر انبیاء دیگر با اینها این امتیازات منند که من بر انبیاء دیگر دارم. و روی عنه قال فضلت علی الانبیاء بست، به 6 چیز خدا من بر انبیاء دیگر فضیلت داده است. خود پیغمبر فرمودند اول اوتیت جوامع الکلم، به من داده شده است کلمات بسیار جامع، کلمات مختصری از زبان من میان بیرون و دارای مفاهیم بسیار بزرگ. جوامع الکلم اینه، کلمات مختصری از دهن من میان بیرون، لیکن اینها معانی بسیار بزرگی دارند. این اولین فضیلت من. دوم نصرت بالرعب، رعب من تا 1 ماه بر دل دشمن می‌نشینه. همین رعب من دشمن مرعوب میکنه. نصرت بالرعب. 3 احلت لی الغنائم، غنیمت ها برای من حلال قرار داده شده. در امت های قبل غنیمت حلال نبود. غنیمت را بلای آسمانی از بین می‌برد. هر مال غنیمت جمع میشد در میدان گذاشته میشد، بلای آسمانی او را نابود می‌کرد. 4 جعلت لی الارض مسجدا، تمام کره خاکی برای من سجدگاه.
در هر کره خاکی من و امت من سجده میکنی؟ معنی نیست. اگر مسجد نباشد زمین به شرط پاک باشد، دیگر نجاستی در زمین نباشد، اون محل نماز است. خانه محل نماز، زمین محل نماز، مزرعه محل نماز. این امتیاز را من دارم که امم دیگر نداشتن. هر جا اونها نمیتونستن نماز بخوان. تو برای من کل کره خاکی محل سجده شده برای امت. هم مسجد و هم طهوره. اگر آب ندیدی تیمم کن، بزن دست بر زمین و بمال بر چهره، بزن دست بر زمین و نه اینکه خاکش کنی بلکه حتی بتکان و بمال بر دستها. این طهوره برای من. جعلت لی الارض مسجدا و طهورا. و بس فرمود ارسلت الی الخلق کافتا، من برای تمام انسان ها نبی فرستاده شدم. همه انسان ها موظفند که به رسالت من اعتراف کنند. و ختم بی النبیون، و سلسله نبوت با من تمام شد. ختم انبیا شده با من آخر همه هستم و مهر همه. این 6 فضیلت. اوتیت جوامع الکلم، نصرت بالرعب، احلت لی الغنائم، جعلت لی الارض مسجدا و طهورا، و ارسلت الی کافة الی الخلق کافة و ختم بی النبیون. این 6 فضیلت من هستن که من بر دیگر انبیا دارم. برای تمام انسان ها من نبی شده هم. و این دلایل قاطعانه در قرآن هست که رسول الله آخرین نبی هست و ختم بی النبیون. بعد از نبی صلی الله علیه و سلم دیگر نبی مبعوث نمیشه. این امتیاز من. این 6 چیز را خود پیغمبر علیه السلام بیان فرمود. و ما داده بودیم به عیسی ابن مریم بینات، چون حضرت عیسی علیه السلام را یهودی های لعنتی اهانت کردن و نسبت های ناروایی دادن به حضرت عیسی علیه السلام، الله تعالی به حضرت عیسی معجزات کثیره داد. معجزاتی داد که در زمان موسی علیه السلام دکتر و حکیمی حکمت یونان موج میزد. الله تعالی به حضرت موسی چنان معجزاتی داد که همه عاجز بودند. مرده زنده کردن، نابینای مادرزاد کورهای مادرزاد را با یک بسم الله الله تعالی بینا میکرد و قم به اذن الله مرده زنده میشد. حضرت میگفت شما در خانه چه خورده اید و میایید و چه گذاشته اید، اینها را خبر میداد. بر اون مرضهایی که کیس میگن سفیدیه، بر آنها بسم الله دست مالیدن، اونها سالم مش میشدن. این معجزات کثیره را الله تعالی در مهد سخن گفت. روز ولادتش انی عبدالله آتانی الکتاب، سخنرانی بسیار بلیغی کرد تا که این یهودی های لعنتی دو دسته شدن. یکی غلب کردند و او را از مقام بندگی به مقام الوهیت بردند و خدا معرفی کردند و جز خدا معرفی کردند و بچه خدا معرفی کردند و یک دسته لعنتی شدند و نعوذ بالله او را ولد و زنا گفتند. این خاطر ما به عیسی بینات عنایت کردیم. این یهودی روی سخن سروران گرامی در این سوره با یهود است و با نصارا. اول از بزرگی موسی گفت کلم الله و منهم من کلم الله، در وسط ذکر کرد و رفع بعضهم درجات، و در آخر بیان کرد که و آتینا عیسی ابن مریم البینات، آخرین نبی بنی اسرائیل. ما به این عیسی ابن مریم با گفت عیسی که فرزند مریم است، نه نعوذ بالله فرزند خدا، نه خدا، نه جز خدا، نه خدا هست، نه فرزند خدا هست و نه ثالث و ثلاثه قسمتی از خدا، بلکه این عیسی که فرزند مریمه. ما بهش بینات داده بودیم، معجزات، و ما او را تایید کرده بودیم با روح القدس جبرئیل. روز اول یهود دشمن عیسی شدند، جبرئیل امین محافظ حضرت عیسی بود، اما حضرت عیسی را محافظت می‌کرد. ما او را تقویت کردیم و محافظت کردیم و تایید کردیم
با روح القدس. همه این آیات مال من بودن. حالا بر جهاد انبیا آمدن، انبیا با معجزات آمدن، انسان ها اختلاف کردن، یک عده مومن یک عده کافر. لہذا خود جنگ ایمان و کفر، مومن و کافر از آنجا شروع شد که انسان ها دیده دانستن بعد از بعثت انبیا راه کفر را به پیش گرفتن. الله تعالی میگه دیگه مسئله جهاد آمد مطرح شد که باید مومنین با قدرت قهریه سیطره کفار را دور کنند، غلبه کفار را از سر راه دین و اسلام و آیین و خداپرستی دور کنند. اگر خدا میخواد عدم اختلاف را یا عدم قتال را، ببینی شاء الله شاء متعدیه، اگر خدا میخواد عدم قتال را تو مقتتل الذین، این نافیه هست، قتال نمی کردن آنهایی که بعد از انبیا بودن، اون هم بعد از این که آمد پیش آنها بینات دلائل واضح روشن به واسطه انبیا، لیکن اینها اختلاف کردن به مشیت الهی، در دین اختلاف کردن، با اهل توحید اختلاف کردن. به این صورت نتیجه اختلاف شد که بعضی از آنهایی بوده ایمان آوردن و بعضی کافر. لحظه بین کفر و ایمان نزاع افتاد، کافر و مؤمن اختلاف افتاد، نوبت به جهاد رسید. بعد از این نوبت قتال آمد. باز هم الله تعالی میگه این مشیت ازلی من بوده، اگر خدا میخواست عدم قتال را تو مقتتل، آنها قتال نمی کردن، پس مشیت الهی سبب قتال اختلاف مؤمن و کافر. حالا به خاطر این اختلاف جهاد به خاطر اینه که سیطره کفر دور بشه، حاکمیت کفر از بین بره، مؤمنی که به خدا اعتقاد دارد و به دین آنها بیان روی کار. ولکن الله یفعل ما یرید، لیکن خدا میکند آنچه میخواهد از قدرت خودش و از حکمت خودش. قدرت الهی و مشیت الهی چنین رفته است که اختلاف بشه، مؤمن و کافر بشه و در اینجا نبردی بین مؤمن و کافر باشد. مؤمن ثابت کند که خدا پرسته و کافر ثابت بشه به گردن آن که از خدا نافرمانه، حق زندگی هم ندارد. وقتی میخواهد کافر، وقتی بخواهد دین خدا را نشر نکند و حرف او حرف اول در دنیا باشد، الله تعالی مسئله جهاد آورده که حرف خدا، کلمه خدا، کلمت الله هی العلیا و کلمت الذین کفروا هی السفلی. برای اینکه کلمه کافر بیاید پایین، دستور کافر بیاید پایین، الله تعالی مسئله جهاد را و این مسئله جهاد را خدا مطابق اراده و مشیت خودش این کار را کرده که اختلاف پیدا کرده. اختلاف به مشیت خدا بوده، به اراده خدا بوده. اگر خدا نمیخواست اختلاف را و قتال را، تو لحاظا قتال هم نمی بود، اختلاف هم نمی بود. ولکن الله، لیکن خدا یفعل ما یرید، دیگه هیچ کسی حق چرا نداره. چرا خدا اختلاف ایجاد کردی؟ به مشیت تو شده، به اراده تو شده، قتال به مشیت و اراده تو شده. الله تعالی میگه شما حق چرا نداری. ولکن الله یفعل ما یرید لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. همه جهاد برای چی؟ کشتار برای چی؟ قتل برای چی؟ سیطره کافر برای چی؟ کفر کافر به مشیت الهی و اراده الله هست، اختلاف هم به مشیت هست، لذا حکم جهاد هم فرمان الله. بعد هم مرحله سوم بیان انفاق فی سبیل الله. یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون. ای مومنین شما انفاق کنید از آنچه من شما را رزق دادم. این هرچی خدا داده برای رزقه، برای خوردن. رزق اینها به عنوان رزقن. از همین که من برای رزق به شما دادم خرج کنید، برای سرمایه اندوزی و ذخیره کردن نیست. من دادم بخورید، از همین خوردنی ها هم خرج کنید.
انفاق کنید در راه خدا. انفقوا مما رزقناکم. لیکن زمان انفاق چه زمانه؟ مردم الان انفاق نمی کنن. همین که حاجی آقا یا مولوی صاحب رخت می بنده، حالا فاتحه خوانی و رسومات و تشکیلات هزینه. الان اونایی که خیلی به زعم خود پیشرفته هستن، شیرینی و بیسکویت و از خدمت شما خرما و طلا و میوه و در زندگی کسی رفته خانهش و همین هم فقط تجملاتی هست، فقط میارن. مردم یک دانه بر میدارن، حضرت یک خرمای مجمع خرمای برای 1000 نفر میارن و از گلوی هیچ کسی نمیگذره. شوره خدا نیست. پرست همینطور شده که تعارف کنند و کسی نخوره. دیدی؟ دیگه تعارف دیگه موقع خوردنی نیست. اونا که سیره اونا که گرسنه هم بعد از سیره ها تحلیل کنند. یکی هم نمیخوره. فقط شیرینی های مدل بالا و خرمای نمیدانم مضافی کجا و اینها همه دور مجلس میگردن و حاجی آقا پست میده که پدرش مرده. الله تعالی میگه خرج کنید مما رزقناکم، لیکن خرج چه زمان؟ من قبل ان یاتی احدکم، قبل از آمدن آن روز خطرناک که لا بیع فیه، در آن روز معامله نیست، داد و ستت معامله ای نیست، ولا خلتون، دوستی هم نیست. روز بسیار خطرناکه. لا يسأل حمیم حمیما یبصرونهم ولا شفاعت، سفارش و پارتی بازی نیست. خلاصه موقع عمل اکنونه، روز قیامت موقع برداشته، نه عمل، نه دوستی، نه پارتی، هیچ چیزی. لحظه شما خرج کنید مما رزقناکم قبل از آمدن روز قیامت. و هر انسان قیامتش از کجا شروع میشه؟ پیغمبر اسلام فرمود من مات فقط قامت قیامته، با مرگ قیامت انسان شروعه. مشرک بی ایمان در دنیا به زعم خودش برای خود پارتی تعیین کرده. یهودی ها انبیا را، اولیاء را، من جمله حضرت عزیر را، مسیح عیسی ابن مریم، ما مسلمان ها هم کوتاهی نکردیم، آمدیم و برای خود هر یکی یک پارتی درست کردیم. یکی غوث را و یکی امام را و یکی ابدال را و یکی اوتاد را و یکی نمیدانم که کی و کی را. هر کسی برای خود یک پارتی درست کرده و به امید آن پارتی دست روی دست نشسته، نه با خدا کار دارد، نه با کلام خدا کار دارد و نه با دین کار دارد، نه با چیه، بله من پارتی دارم. چغم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان، شغم از موج دریا که باشد نوح و کشتیبان. دیگه خوشحالیم که پشتیبان ما رسول الله. الله تعالی میگه نه بابا خرج کن که لا بیع فیه ولا خلت ولا شفاعت. شفاعت به اذن هست. اگر تو خرج نکردی، جان و مال فدا نکردی، وقت خرج نکردی، اوامر الهی را انجام ندادی، شفاعت هیچ شافی بدون اذن خدا نمیتونه برای تو شفاعت کنه. چه تضمینی داری که به پیغمبر اجازه شفاعت برای ما داده میشه؟ چه تضمینی داری که به اولیاء اجازه شفاعت برای ما داده میشه؟ چه مدرکی داری که حضرت عیسی ابن مریم برای شما شفاعت کنه یا محمد رسول الله برای شما شفاعت کنه؟ هم مدرکی میخواهد.
خب باید ما اون اوامر الهی را به جا بیاریم، جان بدید، مال بدید تا الله تعالی اجازه بدهد شفیع شفاعت کنید. اصلا نیست که در تردید اعتقاد شرکی که یهود میکرد و شرکی که مسیحی ها میکردن عزیزان من به خاطر به امید شفاعت. الله تعالی گفت شفاعت بدون اجازه من که انجام نمیگیره. عبادت حق منه، میدهید به دیگران، بله برای من شفاعت میکنن، مگر میشه؟ کسی که اجازه شفاعت را دارد و میتواند اجازه بدهد شفیع را برای شفاعت، شما حق اون صاحب حق را ضایع میکنید که عبادت هست، جهاد و بعد به امید این که به ما اجازه میده. اللہ تعالی گفته نیست شفاعت، روز خطرناکیه، یعنی برای کافر، برای مشرک اصلا شفاعت نیست. چرا؟ والکافرون هم الظالمون، کافران ظالمان، همین ظالمی که به خدا حق نمیدن یا حق خدا را به خدا اختصاص نمیدن. ببینید دو صورته، یکی حق را به صاحب حق اصلا نمیده، شما نمیگی ظالمه، تمام حق را به صاحب حق نمیده، هم شما میگی ظالمه. درسته؟ شما 10 میلیون از کسی میخواهید، هر 10 میلیون را ندهد هم ظالمه. درسته؟ نمیگه ظالمه؟ خب 1 میلیون ندهد، 9 میلیون میده، 1 میلیون ندهد، هم نمیگی ظالمه؟ 1 میلیون من ناحق خورده ظالمه؟ کافر به خدا حق نمیده، اصلا اعتقاد عبادت نداره. به طور مثال میگه مشرک حق را به خدا اختصاص نمیده، حق خدا 10 میلیونه، اون 9 میلیون میده به خدا، یکی نمیده، هم ظالمه و نتیجتا با کافر هم جرم. هر مشرک بیمن کافره، هر کافر لازم نیست که مشرک باشه. بین شرک و کفر نسبت عموم خصوص مطلق میده، برای خدا میده و هم نظر برای دوستان خدا میده، در حالی که هر چی عبادت است او به خدا اختصاص دارد، چه عبادت زبانی باشد که خواندن و دعا و تضرع، چه عبادت بدنی باشد رکوع سجده و طواف، چه عبادت مالی باشد، همه به خدا اختصاص دارد. کافر ظالم به خدا حق نمیده یا نمیده اصلا، یا حق خدا را بین خدا و دیگران تقسیم میکنه، برای خدا میده و هم نظر برای دوستان خدا میده، در حالی که هر چی عبادت است او به خدا اختصاص دارد، چه عبادت زبانی باشد که خواندن و دعا و تضرع، چه عبادت بدنی باشد رکوع سجده و طواف، چه عبادت مالی باشد، همه به خدا اختصاص دارد. کافر ظالم به خدا حق نمیده یا نمیده اصلا، یا حق خدا را بین خدا و دیگران تقسیم میکنه، هم خدا را میخوانه هم دوستان خدا را میخوانه، هم برای خدا سجده میکند هم برای قبران دوستان خدا. اولیاء دوستان خدا هستند، انبیاء دوستان خدا هستند. به خدا که نگفته برید قبر دوستان من را سجده کنید و طواف کنید، گفته؟ نگفته نیست. پس کسی که میره هم خدا را در مسجد خدا را سجده میکنه و به عتبه عالیه که رسید اونجا قبر اون صاحب عتبه را سجده میکنه، این هم ظالمه. سجده حق خدایه و برای کسی دیگر الله تعالی جایز نکرده، اجازه اصلا نداده.
و آیات متعددی در این مورد. چرا عبادت حق خدا هست؟ باز آیه کرسی این مطلب را توضیح میده. مشرکینی که شرک یهود و نصارا در ضمن بت پرستی نبود، بت پرستش نمی کرد یهود و نصارا، الان هم میشه بت پرستش نمی کرد یهود و نصارا. شرک یهود و نصارا در پرستش بندگان و اولیاء الهی. ما از اول سوره دارم میگم که موضوع سخن، روی سخن مخاطب سوره بقره یهود و نصارا هست. یهود و نصارا سرمایه‌دار بودن، مال در راه خدا خرج نمی‌کردن، یا به این خاطر اتباع نمی‌کردن محمد رسول الله را که اگر ما محمد رسول الله را اتباع می‌کنیم باید مال هم خرج کنیم، زکات هم باید بدیم، به جبهه باید شرکت کنیم. کسی که با پیغمبر همکار بود همه چیز را فدا کرده بود، همه ثروت که به اختیار پیغمبر گذاشته میشد ثروت مسلمین بود. خود پیغمبر که تجارت خانه ای نداشت و برای پیغمبر پول چاپ شده طلا و نقره از آسمان هم نمی آمد. همین قرآن دارد میگه. چرا قرآن اینقدر داره میگه انفقوا جاهدوا قاتلوا؟ یهودیان لعنتی وقتی این آیات را شنیده گفتن خدا فقیر شده، ما غنیم، از ما قرض میخواد، ان الله فقیر و نحن اغنیا. الله تعالی گفت این کلمه آنها که به عنوان شوخی از دهن در آورده بودند، جرم این کلمه از قتل انبیا هم سخت‌تر است و اینها ذات عظیم خدا را اهانت کردند. گفت ان الله فقیر و نحن اغنیا سنكتب ما قالوا و قتلهم الانبیاء. روز خطرناکی در پیش دارید. انفقوا مما رزقناكم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیه ولا شفاعة ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون. کافرها ظالم درجه یک هستند که از خدا نمیشنوند. الله تعالی میگه قبل از مرگ خرج میکنید، اینها بعد از مرگ فاتحه خوانی و سوره و تجلیل و ختم و خرج و نامه و روزنامه و هم روزنامه میکنن که حضرت مرده، فاتحه حضرت در مسجد جمکرانه. ها الله میگه قبلا، اینا نمیگن بعد. اینا ظالم نیستن، بل کافرون هم الظالمون، اونهایی که از خدا نمیشنوند، فرمان خدا را نادیده میگیرن، اونها کافر همین نمیگن. اینها ظالمانند، به حق به صاحب زمین و آسمان و آنچه بینها داده حق نمیگن. همه چیز مال خدا نیست، مال خدا. خود همین انسان مالکیه و آنچه در اختیار دارد مالکیه. اینا ظالمه واقعا، به صاحب حق نمیدن. و شما هم همین نمیگی ظالم، نمیگی ظالم، فلانی ظالمی، فلانی حقداری نداد، میگید یا نمیگی؟ تو کافر ظالم بی ایمان، به خدا حق نمیده، از خدا گوش شنوا ندارد، مغز اطاعت کننده از خدا ندارد، و ظالمه دیگه بی ایمان. الله که شما را دستور انفاق داده، کیه این الله؟ شما را دستور جهاد داده، شما را دستور نماز و روزه و حج و زکات داده، شما را دستور داده از پیغمبر اطاعت کنید. این الله کیه؟ یاده دعوای ثالثاً الله کسی که شما را گفت اعبدو انفقو قاتلو، این کیه؟ میگه الله لا اله الا هو.
الهی غیر از او وجود ندارد. اله به معنای الله نیست عزیزان من. بعضی معنی میکنه خدا نیست خدایی مگر خدا. چقدر اشتباهه. نیست معبودی یعنی مطاع که از او اطاعت کرده بشه، از او گوش شنوایی داشته بشه. الا هو مگر ذاتی، او فقط حاکم مطلقه. اون فرمان داده که انفقو، او فرمان داده که قاتلو، او فرمان داده است که عبدو، او فرمان داده که غیر از او دیگه حاکمی نیست، دیگه مطاعی نیست. معبود به کسی میگن که اطاعت بشه، غیر از او دیگه مطاعی نیست. شما میگی پیغمبر هم مطاعی، اطاعت پیغمبر اطاعت همونه. من یطع الرسول فقط اطاع الله. اطاعت پیغمبر اطاعت الله هست. چرا؟ پیغمبر سری موی از فرمان خدا تخطی نمیکنه. و ما ینطق عن الهوى الا ان هو الا وحی یوحی. و اگر کسی به اطاعت خدا دستور میدهد اون اطاعت الله هست، اون اطاعت اون دستور دهنده نیست. غیر از خدا دیگه معبودی نیست، دیگه حاجت روا و مشکل گشا فریاد رسی نیست. فقط معبود خدا هست، یعنی باید از خدا اطاعت کرد و بس. چرا؟ الحی، دلیل اول برای معبودیت خدا. او زنده، زندگی دائمی را الله دارد، لذا غیر از الله زندگی دائمی دارد. کسی را انسان بخواند و کسی را سجده کند و از کسی حاجات خود را بخواند که زندگی او تضمینیه، فناه ندارد. الله تعالی به پیغمبر فرمود و توکل علی الحی الذی لا یموت. ای پیغمبر من، بر هیچ احدی اعتماد نکن غیر از الله. اعتماد شما فقط بر حی باشد، اون حی و زنده که لا یموت. نه بر ابوبکر اعتماد کنی، نه بر عمر، نه بر طلحه و زبیر، نه بر کسی دیگر. چرا؟ اگر تو به این سربازان اعتماد میکنی اینها میمیرن، موت برایشون میآید. لحظه بعد چه کار میکنی؟ اعتماد تو بر اون ذاتی باشد که زندگیش دائمیه، مرگ را تهدید نمیکنه. خود پیغمبر علیه السلام اشرف مخلوقات هست، افضل مخلوقات هست، اکرم مخلوقات هست. موت برای پیغمبر علیه السلام نه آمد. ها، و روز ارتحال پیغمبر از این دنیای فانی گران تمام شد برای صحابه یا ارزان. سخت‌ترین روز بر سر صحابه رسول الله روز ارتحال پیغمبر بود. تا جای صحابه از خود بی خود شدن که شیران مثل عمر فاروق هم حوصله نداشتن کسی بگه که پیغمبر فوت کرده، پیغمبر وفات کرده. و جلوی مسجد گرفت اگر کسی این کلمه را بگه که پیغمبر وفات کرده وای به حالش. دیگه وقتی صدیق اکبر آمد، وقتی صدیق اکبر آمد و بازدید کرد چهره رسول الله را در خانه دخترش عایشه صدیقه و پیشانی رسول پاک صلی الله علیه وسلم را هم بوسه داد و فرمود طبت حیا و میتا، الله تعالی شما را خوشحال کند در زندگی و در وفات. بعد رفت، هیچ حرفی نزد، بر منبر رسول الله سخن تاریخی صدیق اکبر که ایراد شد چی بود؟ همین بود که الله در آیه کرسی ایراد کرد. فرمود من کان یعبد
محمدا قد مات. اگر کسی فرمان بردار خدا هست، خدا زنده هست، موت برش نمیاد. و اگر کسی فرمان برداری و اطاعت از رسول الله کرده، معبود او رفت قد مات. خب این سخن مال صدیق اکبر است. صدیق اکبر صحابی انسانه. دیگه صحابه را که علما هستن سخن صدیق نمیتونه تسلیم کنه. صدیق یک شاگردی بود از شاگردان رسول الله. ابوبکر، عمر، طلحه، زبیر اینها شاگردانی بودند. هر شاگرد خود را شاگرد دیگر شاید در عمل و در علم کوتاه بدانه، در اعتقاد هر یک شاگرد خود را بلند میدانه. دیگر حضرت صدیق اکبر شاهد این سخنرانی خود دو آیه قرآن عظیم و شان را تلاوت کردند. انک میت و انهم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون. و آیه دیگر فرمود ما کان محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. همون عمری که هوش و حواس را از دست داده بود، همه جدایی رسول الله مبهوتش کرده بود، سخنرانی صدیق بر اون مرهم گذاشت. و دیگه عمر هم باور کرد که بله این آیات، اول میگه عمر من اصلا در فکر این آیات رو یا صدیق اکبر این آیات را تلاوت کرد. و کسی که حقا جانشین رسول الله بود باید بعد از رسول الله زمام این لشکر را و زمام این امت را بگیره. و خلیفه رسول الله در حقیقت حضرت ابوبکر است. عمر خلیفه رسول الله است. عثمان خلیفه رسول الله است. عمر خلیفه ابوبکر است و عثمان خلیفه عمر است. خلیفه کسی رو میگن که جانشین دیگری بشه. و علی خلیفه عثمان رضی الله تعالی عنهم اجمعین. خب دیگه القیوم معبود خدا هست. چرا؟ او محافظ و نگهبان تمام موجودات. الحافظ القائم او الله هست. تمام دنیا را قیمومیت می کند، حفاظت می کند. هم انبیا را حفاظت می کند و هم اولیاء را حفاظت می کند و هم این کافرهای دنیا را الله تعالی هست که حفاظت می کند. نان و آب و سلامتی برای آنها برابر می کند. همه دنیا را قیمومیت می کند. لحاظا معبود او هست. دیگر برای این حی القیوم عارضی پیش نمی آید. حالا برای که عارض پیش میاد، امام جمعه میره برای حج عمره، دیگران میان جانشین میشه. امام جمعه خدای نکرده شدید مریض میشه، دیگه کسی میاد جانشین میشه. یا امام مسجدی خواب میره، مقتدی های این طرف نگاه میکنن، طرف نگاه میکنن، 5 دقیقه گذشته، حالا 5 دقیقه دیگه خورشید طلوع میکند، حتما یک مولای دیگر رگبا بره بخواب. امام صاحب خبری نیست، رفته جای دیگر. چطوره؟ امام خواب نگذاشته بیدار میشه. تمام شب امام بیداری کشیده، صبح هم که سر گذاشته، خانم هم که سر گذاشته، کار تمام شده. خوابن. ولهذا مقتدی ها این طرف اون طرف نگاه میکنن. اللہ تعالی میگه من چنان حی القیومی هستم که لا تاخذه سنة ولا نوم. نه خواب را میگیرد و نه مقدمه خواب که چرت باشه. لا تاخذه سنة ولا نوم. حالا اشیایی که غیر از خدا هست، بعضی چیزها هستن که صفت به خواب و چرت نمیشن. درسته یا نه؟ میشن؟
نه مثلا سنگ، دیوار، چوب، اینا رو نمیگه خواب میره. درخت، اینا رو نمیگه خواب میره. اصلا صفت خواب در آنها نیست. حیوانات، پرنده ها، انسان ها، جن ها بینارض مبتلا، یعنی ذات ارواح بینارض مبتلا میشن. مار هم خواب میره، گشتم هم خواب میره، خرگوش هم خواب میره و گوسفند هم خواب میره. نمیرن. انسان خواب میره یا نه؟ کجا انسان خواب میره؟ خواب انسانهای عادی مثل ما چرت میزنند و خواب میرن. انبیاء اولیاء چی؟ آیا این عارض برای انبیاء پیش می آید؟ موت که دیگه قرآن ثابت کرده است که موت برای انبیاء اولیاء می آید. کل نفس ذائقة الموت. و انبیاء علیهم السلام برایشون موت آمده و خصوصا خاتم النبیین، از افضل و اشرف مخلوقات او موت آمد و امروز در روضه مقدس استراحت بود. در این که شکی نیست. صحابه رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم را دفن کردند، همان طوری که مرده های دیگر را دفن می‌کردند. در این که کسی نمیتونه شک کنه. حالا چرت زدن و خواب رفتن چطوره؟ همه علما میدانند که لیلت التاریس که آخر شب پیغمبر علیه السلام استراحت کردند، استراحت آخر شب را تعریف میگن. در غزوه پیغمبر از اول شب سفر کردند، تمام روز سفر و اول شب هم سفر. خواب بر پیغمبر خیلی غلبه کرد. سوار بر شتر و رسول علیه السلام چرت میزدن و چنان چرت میزدن که سر مبارک می آمد پای. یک صحابه میگه من احساس میکردم که پیغمبر میفته، من خود را به کنار میزدم که اگر نعوذ بالله پیغمبر بیاید برای افتاده من بگیرم. آخر به صحابه گفت خواب بر ما خیلی غلبه دارد، بکشید کنار از راه تا یک مقداری تا صبح صادق مانده، تا نماز صبح ما استراحت کنیم. اون جمعی که با پیغمبر بود اینها کنار کشیدن و در آن جمع مؤذن رسول الله حضرت بلال وقتی شترها را خواباندن و رخت خواب گذاشتن که استراحت کنند، حضرت پیغمبر علیه السلام فرمودند که خواب برای انسان خسته کننده خیلی غلبه دارد و احتمال دارد که ما بخوابیم و از نماز صبح هم بیدار نشیم. یکی مجاهد که بشیند و نخوابد و صبح صادق شد اذان بگوید. حضرت بلال گفتن یا رسول الله من حاضرم که نخوابم و انتظار صبح صادق را بکشم، وقتی صبح صادق شد بام دمید من اذان بدم که شما برای نماز بلند بشید. بلال رضی الله تعالی عنه رو به شرق تکیه بر پالان و رخت خواب خودش، شترها هم خسته و نیشخوار میکنند، راحت رفت خستگی عادت شترش، من شتر ندیدی. و پیغمبر علیه السلام و صحابه سر گذاشتند و خوابیدند. لذا خواب چنان آمد که صبح صادق هم آمد. حضرت بلال نشسته خوابه، رسول الله دراز کشیده خوابه، صدیق اکبر دراز کشیده خوابه، طلحه و زبیر و تمام مهاجر و انصار اولیایی در کنار پیغمبر خوابیدن. به خدا قسم اگر تمام اولیاهای بعد را جمع بکنید به پای خاک حضرت بلال هم نمیرسند. این ولی که کنار رسول الله نشسته به خوابه، چنان ولی هست که بعد از انبیاء به خدا اینطوری ولی زمین ندیده، آسمان ندیده، همراه سرتاج اولین و آخرین، خود سرتاج اولین و آخرین در خوابند.
صبح صادق هم میشه، کم کم روشنا میشه و خورشید طلوع میکنه و آفتاب حجاب بر چهره انور رسول الله تفش میتابه و گرمی آفتاب سید الاولین و الاخرین و همراهان ولی او را آفتاب و گردش آفتاب بیدار میکند. پس خدا میگه معبود کسی هست که زندگی ابدی داشته باشد، فریادرس کسی هست که عارض خواب و چرت برای پیش میاد. شما انبیاء اولیاء را عزیری ها، مسیح ها، یهودی ها و لعنتی ها، انبیایی را که شما میخوانید و حاجت روا و فریادرس معرفی میکنید، آنها خواب میرن، چرت میزنن، موت برایشون میآید. داستان عزیر را الله تعالی تشریح میکند، داستان حضرت ابراهیم خلیل الله را توضیح میدهد. انبیا بندگان من بودن، برای من مبارزه میکردن، مردم را به عبادت من و به پرستش من دعوت میکردن. شما رفتید انبیا را حالا ندا میکنید و پارتی بازیه. یکی پارتی خود عزیر را به خدا معرفی میکند، قالت الیهود عزیر ابن الله، قالت المسیح، قالت النصارى المسیح ابن الله. شما هم که آمدید کوتاهی نکردید، ده ها و هزاران نائب برای خود پیش خدا معرفی کردید. یکی غوث اعظم را، یکی معین الدین چشتی را، یکی نزان پیر نقشبندی را، یکی ائمه را، هر یکی برای خودش یک پشتیبان تعیین کرد و پیش خدا مطرح میکنید. الله تعالی میگه نه، معبود من عبادت کنید که نه من میمیرم، زندگی دائمی دارم، القیوم هستم، لا تأخذه سنة ولا نوم. عارض چرت و خواب در خدا پیش نمی آید. انبیا خودشان خواب رفتن. بگی آیا پیغمبر از حال ما خبر دارد؟ پیغمبری که از نمازی که فرمود الصلاة قرة عینی، اون پیغمبر خواب میره، وقتی بیدار می شود انا لله و انا الیه راجعون، به خاطر قضا شدن نماز میخواند و همه نظامیان و ارتشیانش از دور و بر سرور کائنات حرکت میکنند که خورشید بگو نماز ما را بگو. بلال لبیک یا رسول الله، تو مامور بیداری بودی؟ میگه یا رسول الله اون خدایی که جناب علی را به خواب برد من بلال مسکینه همون خدا نشسته. رسول الله من دراز نکشیدم، نشسته من به خواب برد. الله تعالی میگه ذاتی را عبادت کنید که چرت نمیزنه، ذاتی را عبادت کنید که خوابش نمیگیره. این انبیاء اولیاء خودشان خواب میرن، فرائض خود آنها قضا میشود، برایشون موت می آید، خودشان نیازمند محافظن. نفهمیدی؟ معبود نباید عارضی برایش پیش بیاید. این هایی را که شما به عنوان شفیع میخوانید و به عنوان فارسی مطرح میکنید پیش خدا، اینها به عارض خواب میرن. الله چقدر بیان در افضل ترین آیه قرآن سوره همین آیه شریفه کرسی هست. از تمام آیات قرآن طبق حدیث روایت شده از رسول الله افضل ترین آیه آیت الکرسی هست. سوره نه آیه، یک آیه. الله در این یک آیه 10 دلیل برای معبودیت خودش ذکر می‌کند. الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. خب این ذات که نه خوابش میگیره و نه چرت میزنه، چیزی هم در اختیار دارد که به ما مستمندها بدهد، چیزی در اختیار دارد. میگه بله له ما فی السماوات و ما فی الارض، به او اختصاص دارند
آنچه در آسمانها هست همراه با آسمانها و آنچه در زمین هست همراه با زمین به او اختصاص دارند. چطور به اختصاص دارند؟ خلقن همه مخلوق او هستند، ملکن همه مملوک او هستند، ملکن همه تحت ریاست او هستند، بوش هم تحت ریاست الله سبحانه و تعالی هست، بوش لعنتی هم مملوک خدا هست، بوش جهنمی هم مخلوق خدا هست. محمد رسول الله هم مملوک خدا هست، هم مخلوق خدا هست، هم تحت ریاست خدا هست. خدا ریاست بر پیغمبرها دارد، پیغمبرها گوش به فرمان خدا هم. یک سر موی از فرمان خدا تخطی نمی کنند، ورنه اگر یک ذره لغزش کرده مورد حساب قرار میگیرند. نمیگیرند؟ همه ما فی السماوات و ما فی الارض تحت سیطره خدا هستند. خدا بر آنها ریاست و حکومت دارد، همه مملوک خدا، همه عبید خدا، خلقن ملکن ملکن عبیدن. بزرگان دین مفسرین اکثر این آیه را همین طور معنی میکنند. همه مخلوق خدا، همه عبید خدا، همه گوش به فرمان خدا هستند. حتی خدا تصمیم بگیرد کسی دیگر نیست که چرا بگیرد. یفعل ما یرید فعال لما یرید، یحکم ما یرید. هرچی میخواهد او میکند، هرچی او میخواهد حکم میکند. هر قرآن گفته یفعل ما یرید فعال لما یرید یحکم ما یرید. بله این چنان حاکمیه، هرچی او میخواهد حکم میکند، هرچی او میخواهد میکند، هرچی او میخواهد انجام میده. کسی نمیتونه بگه چرا. کدوم چیز تحت اختیار خدا نیست که شما به بارگاه عزیر ضربه میزنید، شما در عیسی ابن مریم را دستک میزنید. چیزی در بساط خدا نیست اونجا هست بری دستک بزنید. ورنه من خود خدا گفتم انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. من خیلی نزدیکم، فریاد کننده را جواب میدهم، درخواست کننده را جواب میدهم. چرت نمیزنم، خوابم نمیگیرد. این انبیاء هم خواب میرفتن، هم چرت میزدن. از خودشان هم خبر نبودن، از خودشان هم خبر نبودن. اینقدر نظایر قرآن نشان میده. خب همه چیز له ما فی السماوات ما فی الارض و اختصاص دارند. این همه مخلوقات ارضی و سمایی بر علیه خدا بسیج بشن. یک خدا همه انبیا، همه فرشتگان، همه انسانها بر علیه این بادشاه مقتدر بسیج بشن. در بادشاهی خدا و حاکمیت خدا و مالکیت خدا، ریاست خدا غوغا کنند. همه امریکایی ها یک طرف حرکت کنند. آیا بوش دیگه میتونه کاری بکنه؟ نمیتونه. یک سری خرانی با او همکارن که میتونه لشکر کشی کنه. این خدا این همه ریاست بزرگ را دارد، بر علیه او کسی نیست که غوغایی بکند. الله تعالی من الذی، الله تعالی بیان میکنه شبهه را جا میگه کی اون قدرت غوغا به جای خود که یشفع عنده الا باذنه. اون قدرت کیه؟ غوغا به جای خود که سفارش بدون اجازه بکنن و فرماندهان لشکر
با گوش حرف نمیزنن بی اجازه، پاول حرف نمیزنه. این مشکله. خوابی شراب خوردی بیدار شو، کشتن سربازان را در کابل، کشتن سربازان را در بغداد. نمیگه حتما این خبیث را بیدار میکنه و اگر خطر سنگینی باشد هشدار میده. نمیده. همه کاخ سفید محاصره بدبخت الان منفجر میشی، نمیکنندش بیدار. الله تعالی میگه این حکومت عظیمی که الله دارد اختشاش و غوغا به جای خود که بدون اذن خدا کسی نفس هم نمیتونه بکشه. کی شفاعت کنه به غیر اجازه خدا؟ و در محضر این حکام بدون اجازه حرف نمیزنن. میزنن. هر کسی خواسته خود را مطرح میکنه. دموکراسیه. هر وزیر را استیضاح میکنن. نمیکنه استیضاح؟ وزیرها را استیضاح میکنن، مسئولان را استیضاح میکنن، توضیح میکنن از آنها. لیکن الله تعالی در این ریاست بزرگ چنان عظمت و کبریایی دارد که نه جبرائیلی و نه میکائیلی و نه احدی دیگر از مقربانش به بارگاه او بدون اذن نفس هم نمیکشد. غوغا کردن که به جای خود. من الذی، کی استفهام انکاریه که شفاعت کنه به بارگاه او به غیر اجازهش؟ کسی نیست. قد جلال و کبریایی دارد، عظمت الهی اینقدر زیاده، هیچ احدی بدون اجازه نمیتونه شفاعت کنه. من در موضوع شفاعت بحث کردن که بیشتر بحث نمیکنم. خب این بادشاه مقتدر با این عظمت بزرگی که دارد بدون اذن او هیچ مقربی، نه جبرائیلی و نه میکائیلی، نه اسرافیلی و نه محمد رسول الله، برای هیچ احدی نمیتونه شفاعت کنن. غوغا که به جای خود، اختشاش که به جای خود، شفاعت هم بدون اذن نیست. او خبر دارد از نیازهای این بند مخلوقات، همه که تحت حکومت او هستند و همه از او اطاعت میکنند. او از احوال بندگان هم خبری دارد. میگه بله یعلم ما بین ایدیهم. صفت ششم گوش کنید. الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. این پشتا ششم کمال علمی خدا. میداند این مالک آسمانها و زمین آنچه را که بین ایدیهم جلو انسان ها. همه ما این طرف داری میدونم یا غبگر کجا غبگر کردیم؟ هر روز جدیدی میاد و ما را به تام مرگ نزدیک میکنه. اگر 10 روز مانده یک روزی تمام شد 9 دیگه میماند. فردا هم که تمام میشه 8 روزی دیگه میماند. همه ما بین ایدیهم را میداند. آنچه مخلوقات به جلو دارند خبر میداند. حالا ما نمیدانیم تا پنجشنبه دیگر جهان چطور میشه. میدانیم؟ کسی نمیداند چی میشه. الله تعالی میداند. تا پنجشنبه دیگر و تا هزاران پنجشنبه و تا قیامت و بالاتر از قیامت همه چیز را خدا میداند. یعنی ما یکونو را میداند. آن چی میشوند میداند. و ما خلفهم و آنچه که پشت سر انسان هاست، گذشته و آینده را الله تعالی برابر میداند. خب وقتی گذشته را میداند، آینده را میداند، در حال حاضر نمیداند؟ به طریق اولا میداند. وقتی گذشته را میداند، آینده را میداند، خب زمان حال هر کی در حال حاضر نمیداند؟ به طریق اولا میداند. وقتی ذاتی که اینقدر کمال علمی دارد گذشتگان بندگان را و آیندگان را و اعمال گذشتگان و اعمال آیندگان را میداند، مابین را حتما میداند. خب این انبیاء، اولیاء، فرشتگان اینها نمیدانند. الله تعالی میگه اون مقدار میدانند که من به آنها داده باشم. لا یحیطون بشیء. برمیگردد ضمیر لا یحیطون
به ما فی السماوات و ما فی الارض، به مخلوقات برمی‌گردد. این مخلوقات انسی جنی ملکی احاطه نکردن چیزی را از علوم الهی، از معلومات الله، از ما کان و ما یکون الا بما شاء، مگر آن مقداری که خدا خواسته است. علم به جبرائیل داده، علم به میکائیل داده، علم به اسرافیل داده، علم به اسرائیل داده، علم به محمد رسول الله داده، علم به انبیاء داده، علم به اولیاء داده. او به مشیت خدا به هر کس هر مقداری داده، همون چیز را اونها احاطه کردند و میدانند، مازاد را نمیدانند. و همه فرشتگان نگفتن لا علم لنا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. و جبرائیل هم اظهار بی علمی نکرد. خب در این میدان عالمتر کی بود؟ و عالمتر کی بود؟ و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکه فقال انبئوني باسماء هؤلاء، همه گفت سبحانك لا علم لنا. قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم. و در این میدان مقابله و علم برنده در علم کی بود؟ و آدم بود. کی بود؟ آدم. در این مسابقه علمیه که این مسابقه علمی کجا انجام گرفت؟ یا در زمین انجام گرفت، یا بالای 7 آسمان انجام گرفت، یا در بهشت برین انجام گرفت. در این میدان مقابله علمی برنده علم کی بود؟ آدم علیه السلام. ملائکه را ساکت کرد خدا. اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، میسازی کسی را فساد کنه، خونریزی کنه. اللہ تعالی میں فساد هم میکنه، خونریزی هم میکنه، لیکن اتم هم میتونن بسازن، هواپیما هم میتونن بسازن، خانه‌های مجلل هم میتونن بسازن، از کار زمین نفت و گاز استخراج میکنه. شما که کاری نمیاد. بله اینها همه علم آدم هست. آن علمی که امروز فرزندان آدم دارند، اون علوم را آدم تنها میداشت. آدم بلد بود ضبط بسازه. تمام صلاحیت های فرزندان آدم، تنها این صلاحیت ها را آدم خودش داشت. بنا بود، معمار بود، اتم ساز بود. همه این علوم را حضرت بلد بود و میدانست، خدا در طبیعت او گذاشته بود. همه این صلاحیت های علمی را خدا تنها به آدم داده بود. لیکن باز با این همه عقل بزرگی که خدا به آدم داده بود، لغزش خورد. اون لغزش هم به این خاطر خورد که میخواست فرزندانش همیشه در جنت بمانند. هل ادلکم علی شجرة الخلد و ملک لا یبلی. بی ایمان گفت اگر این درخت خوردی با فرزندانت همیشه تو بهشتی. آدم هم دیگر لغزش خورد. درخت خورد، به جایی که خودش بماند خودش و بازنش اخراج کردند و ما را در زمین متولد کرد. جنت جای توالد و تناسل نیست. اونجا زن دیگه حیض میشه و نفاس میشه، چکار کنه؟ الله سبحانه و تعالی رحم فرماید لا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء. دلیل هشتم وسع کرسیه السماوات والارض. کرسی خدا از آسمان و زمین ها وسیع تر است. کرسی یعنی که از آسمان ها و زمین وسیع تره، بزرگ تره. بعد یا گفتن مراد از کرسی قدرت خدا. قدرت خدا بالاتر از زمین و آسمان ها. هم زمین و آسمان را قدرت خدا دارد اداره می کند و هم چیزهای دیگر بالاتر از زمین و آسمان. وسع کرسیه السماوات. وسع کرسی به معنی علم. علم الله زمین و آسمان وسیع کرد.
محدود به زمین و آسمان نیست. این دو تاجی علم و قدرت حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه میگویند کرسی یک مخلوقیه، همانطوری که زمین آسمان و ما بینهما مخلوقند. خورشید کرسی هم یک مخلوق از مخلوقات الهی، از 7 آسمان و زمین وسیع‌تره و بعد در برابر عرش خیلی کوچیک. 7 آسمان و زمین در برابر کرسی مثل 7 درهم در یک سپر جنگی دیدید؟ طوری هستند. 7 درهم را شما در این سپر بگذارید، چقدر در برابر سپر کوچکن؟ درهم مثل کف دست. همین درهم 10 تومانی های جمهوری اسلامی، این درهمه. 7 را شما در یک ترس قرار بدید، سپر قرار بدید، این 7 در برابر اون سپر کوچکن دیگه، نه؟ این 7 آسمان و زمین در برابر کرسی همینقدر کوچکن و بعد کرسی در برابر عرش مثل 1 درهم در ترس است. کرسی در برابر عرش کوچکه. الله تعالی عرش را به عظمت بیان کرده و هو رب العرش العظیم. زمین و آسمان را و خورشید را خدا بزرگ نگفت. آسمان ها بلندند و سماع چیه؟ العلا، لیکن عظیم عرش را الله تعالی گفته. و زیر عرش رحمان جنت برین است. سقف جنت عرش رحمان. سقف سر ما چیه؟ این آسمانه، ولیکن سقف جنت برین عرش رحمانه. عرش بر جنت سایه افکنده. لا ظل الا ظل عرشه. جنت زیر عرش رحمان. پس کرسی به معنی اون مخلوقی از آسمانها و زمین بزرگتر هست. چه خدای عظیمی. خب حفاظت این آسمانها و زمین خدا را خسته و مانده نمی کنه. میگه لا یعوده، خسته نمی کند الله را حفظ آسمانها و زمین. 7 آسمان و زمین را خدا در یک فضای داره اداره میکنه. در چی؟ این زمین هم در یک فضای مستقره، مثل یک توپ. شما خیلی این را شد کنید که بره در فضا و چنان بره در فضا که آنجا سبک بشه مثل یک کاغذی. بادگاهی این کاغذها را میبره به ارتفاع، از بس که سبک هست در آن ارتفاع نمیاد پایین، اونجا میبینی میچرخه. این زمین در یک فضا الهی معلقه. 7 آسمان اینه احاطه کردند، اونها هم معلقه، استقرار نداره. الان هم ثابت زمین یک چیزی روی چیزی مستقر نیست. بعد از زمین الله تعالی آب را مستقر کرده، بعد از آب هوا را مستقر کرده. این آب هم با این تمام زمین در یک فضای مستقر است. چقدر وسیعه. این اداره این آسمان ها و زمین را خسته نکرده، خسته نمی کند خدا را. گران نیست بر خدا حفظ آسمان ها و زمین. چرا؟ هو العلی، او بسیار عالیه. اینها مخلوقند، او خالقه، او بسیار عظیمه. ذات خدا عالی، صفات خدا عالی، ذات خدا عظیم و بزرگ و صفات خدا هم عظیم و بزرگ از هر حیثیت. لہذا
اون خدا معبود هست که این صفات عالی را دارد. خلاصه الان که آیه کرسی حق خدا، عبادت حق خدا هست، انسان ها همیشه عبادت را که حق خدا به دیگران دادن، الله تعالی برای این که عبادت حق منه او هم این صفات عالی را دارد. اکنون الله سبحانه و تعالی میگه مسئله واضح شده، اجبار در دین نیست، لا اکراه فی الدین. هر که خواست خط دین را ببرد، خط توحید را ببرد، خط انبیاء را ببرد، ماشاءالله. و هر که خواست خط کفر را ببره ببره. اکراه خدا جبران ایمان نمیخواد. لا اکراه فی الدین. گوش کنید سروران گرامی، گاگایی بات که میگه لا اکراه فی الدین، چیکار داری مردم را میگی نماز بخواند، روزه بگیره، امر به معروف نهی از منکر؟ خدا گفت لا اکراه فی الدین، اکراهی در دین نیست. یکی از درسهای کافرها همین. بله گوش کنید و دین را بدانید. کافر که ایمان نیارد هیچ کس حق نداره او را اجبار کنه که تو ایمان بیاد. کافر که کافره، یهودی یهودیه، نصرانی نصرانیه، گبر گبره، هندو هندوه، به شرطی که با مسلمان ها و داعیان توحید مقابله نکنند، حاضر بشن زندگی کنند در عالم ذمیت و ما تحتی، اونها را اکراه بر ایمان جایز نیست. لیکن کسی که ایمان آورد، گفت لا اله الا الله محمد رسول الله، الان این اختیار ندارد که بپذیره یا نپذیره. بعد از اعتراف به کلمه طیبه، اگر به مقتضای کلمه که نماز روزه و حج و زکات و احکام اسلامی تن در ندهد، حق زندگی ندارد. و بگه من این کلمه را نمیخوانم، بیزارم، هم حق زندگی ندارد. من بدل دینه فقتلوه، مرتد حق زندگی ندارد. چرا اسلام را بدنام میکنه؟ همینطوره که مسلمان زاده، او اجازه ندارد که نماز بخواند یا نخواند. اگر نماز نخواند، بعضی از ائمه دین گفتن این مرتد باید گردن زده بشه. امام بزرگوار ما امام ابو حنیفه گفته اینه باید برد زندان کرد و با کابل خدمتش کرد حتی یموت او یتوبه، یا بمیره یا توبه کند و بگه من دیگر بی نمازی نمیکنم. همچنین روزه، حج، زکات، این احکام اسلامی. بعد از خواندن کلمه او موظفه که مقتضیات کلمه را انجام بده. لا اکراه فی الدین. چرا؟ ظاهر شده هدایت از گمراهی، ظاهر شده است، هویدا شده با بیان آیه کرسی اصلاح، رشد از گمراهی. حالا اختیار دارد. فمن یکفر بالطاغوت، هر کس انکار طاغوت را کرد و ایمان آورد به خدا. انکار طاغوت را کرد یعنی گفت لا اله، ایمان بالله آورد یعنی گفت الا الله، الهی جز الله نیست. کفر به طاغوت قسمت اول کلمه هست، یعنی لا اله. ایمان بالله یعنی الا الله، معبودی نیست غیر از الله. طاغوت کی را میگن؟ کل من عبد و اتی من دون الله، هر کسی که عبادت کرده شود و اطاعت کرده شود غیر از خدا، تو او طاغوته. خواه جنی باشد، ملکی باشد، رسولی باشد، هر که باشد. خب هر که کفر به طاغوت کرد، ایمان به خدا آورد، یعنی گفت لا اله الا الله، فقد استمسک بالعروة الوثقی، او چنگ زده است به حلقه بسیار مضبوط. حلقه‌ای که این دست زده است حلقه‌ای هست بسیار مضبوط، اینقدر مضبوطه که لن انفصام لها، این حلقه هرگز قطع نمیشه، انقطاعی نداره. و این دست به حلقه وثقی هست تا قیامت و تا برزخ و تا جنت، لن انفصام لها. والله سمیع علیم.
الله تعالی فریاد کنندگان را میشنود و حال آنها را میداند. خب این سمیع العلیم کاری هم میکند؟ میگه بله. قاعده اول، الله کارساز مؤمنین است. خب این کارساز برای مؤمنین اتم میسازد؟ میگه نه، یخرجهم من الظلمات الی النور. از تمام تاریکی های کفر و شرک و شبهات الله تعالی مؤمنین را اخراج میکنه، به نور ایمان میاره. و آنهایی که کفر کرده، حق را دیده و دانسته تکذیب کردن، این قاعده دومه. اولیای آنها، رهبران آنها، مدیر و مدبران آنها طاغوتن، سرکشها متمردان انسی و جنی هن. این طاغوتها چه مشغله دارن؟ اخراج میکنن این پیروان خود را از نور توحید و ایمان الی الظلمات، به طرف تاریکی های کفر و شرک. اینها صاحبان جهنمند، همیشه در جهنم میمانند. دو قاعده ذکر کرد. الله ولی مومن، اینها را از تمام ظلمات و تاریکی های کفر، شرک، بدعت، شبهات الله اینها را اخراج میکنه، به نور ایمان میاره. و آنهایی که کافرند، اولیای آنها، مدیر و مدبر آنها، به اصطلاح زمامدار آنها طاغوت انسی و جنی هست. طاغوت بر وزن فالوت صیغه مبالغه در طغیان. این طاغوت ها بوشا چکار میکنن؟ اینها را از نور ایمان و هدایت به طرف ظلمات اینها را اخراج میکنن. کفر ظلمت، شرک ظلمت، تمام کارهای کافر ظلمت. من جمله همین بی‌حیایی، من جمله همین اوریانی، لختی، اینها ظلمتن. اینها با شرافت انسان دارن بازی میکنن. انسان را یک دانی در جهان معرفی میکنن، انسان را یک حیوان هر جایی معرفی میکنن. یعنی هر که حق دارد که بیاد نعوذ بالله بر سر انسان سوار بشه. حتی سگها را هم اجازه میداد. اول باید سگان بوش کشت و بعد خودش. سگش بیادبه، جایی که خودش می نشینه سگش هم اونجا میره می نشینه. مثل این ظلمات. حالا سه تا قاعده برای این دو قانون، سه قصه به این دو قانون الله تعالی تفریح میکنه. اولیای مؤمنین الله هست، اینها را از تاریکی ها، شبهات، شکوک الله تعالی به نور هدایت میاره. اولیای کفار طاغوتن، اینها را از نور ایمان به طرف گمراهی میبرند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.